سرخط مهمترین خبرها: سوختار در یک بنای وزارت مدافع تاجیکستان، یک ماشین به دریای پنج سرازیر شده است و در ماندن یک گروه مهاجران تاجیک در راه به روسیه. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی از تقدیم استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی امروز 20 می سال 2025 است. روز 19 می در یک بنای مربوط به وزارت مدافع در شهر دوشنبه سوختار سر زده است. نوار این سوختار به شبکه‌های اجتماعی همراه یافت. خدمات آتش نشانی کشور در یک اطلاعیه نوشت حادثه شامگاه 19 می در یک سیخ برق تامین کنی وزارت مدافع رخ داده است. و نوشته خدمات سبب سوختار رسش کوتاه ناقل‌های برقی می باشد. مقامات میگویند که آتش 50 متر مربع را فرا گرفت و سریع وقت آن را خاموش کردند. خدمات آتش نشانی میگوید که در این حادثه تلفات جانی به قید گرفتن نشده است، اما این نهاد نگفته است که در پی سوختار به وزارت مدافع چقدر ضرر رسید. روز 17 می یک ماشین بارکش به دریای پنج سرازیر شده است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان با نشر این خبر میگوید یک ساکن پایتخت راننده این ماشین بود. درباره راننده معلومات بیشتری جز این نیست که صاحب 2 فرزند بوده است. درباره سبب صدمه هم مشخصا نمی شود چیزی گفت. تنها این که راننده شاید با علت سرعت بلند حرکت نتوانسته است از عهده اداره ماشین برآید، آماده است در خبرنامه رسمی. مقامات میگویند که تلاش‌ها برای پیدا کردن راننده و ماشین تا این دم به نتیجه بوده است. حادثه در حدود ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ داده است. نجات دهندگان جستجو را ادامه می‌دهند. همان روزه بر اثر صدمه‌های نقلیاتی چندین کس در تاجیکستان هلاک می‌شود. نمونه اخیرش هفته گذشته یک ماشین در راه دوشنبه خوجند از بلندی سرازیر شد که در نتیجه یک مربی ورزش جان باخت. یک گروه از مهاجران تاجیک که از خوجند به کراسنایارسک می‌رفتند در راه درماندند. به گفته این مهاجران آنها را یک شبانه روز در مرز روسیه نگاه داشته، بعد اجازه ورود به روسیه را دادند، ولی بعد در آمدن به روسیه چرخ ماشینشان شکسته و کسی دیگر سراغشان نمی‌کند. مهاجران شکایت دارند که 6 روز باز در راه هستند. تلاش‌های ما برای پیدا کردن مسئول شرکتی که این مهاجران را به روسیه فرستاده است به نتیجه بود. اگر این نفران در این باره شرح داشته باشند به ما نویسند، ما تلاش می‌کنیم نظر آنها هم انعکاس شود. ضمناً همه سال صدها مهاجر تاجیک با سبب گران بودن بلیط هواپیما از طریق راه‌های زمینی به روسیه سفر می‌کنند. سفر با ماشین و اتوبوس آسان نیست، ولی مهاجران میگویند مجبورند که این عذاب را طاقت کنند. در گذشته هم مهاجران تاجیک که از طریق شرکت‌ها طریق اتوبوس به روسیه می‌رفتند از درماندنشان در راه شکایت داشتند. آژانس ضد فساد درباره سطح کروپسیا در کشور میان 10,000 کس نظرپرسی گذرانده است. خلاصه این پرسش فعلا معلوم نیست، اما شکایت‌ها از فساد در اداره‌های دولتی کم نیست. شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در رده‌بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد. خبرنگاران رادیوی آزادی از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که آیا در اداره‌های دولتی تاجیکستان به دادن پاره کار سر وقت حل می‌شود؟ کروپسیا بسیار وزمین رفته است. این گیو در راه ایستادگی تو در کمی داری 10 سمته در راه ایستادگی بیچاره نمیدونه چیکار کنیم اپا جان. اکا جان همین در یاردم کنی نه هست کروب همه ساعت کروپسیا است. خیلی کوروش از 20 دیگه نه که مو تو زیرا گاکیش دیگه نیست. شما نیست. شهروند تاجیکستان هستید؟ بله. خب البته شناسنامه میگیرید یا بیمارخانه کارتون میافته؟ پول طلب میکنن؟ ما و خودگی نیستم. خیلی چیزا داره که دیگه شما کروپسیا هست. خاک ما با این کار سر کار نداریم. چون یک کروپسیا در چه شکل هست مثلا در آدم پنسیونر ندونیم. بعضی وقتا میشه خیلی مثال برای سپراوکا میریم پول میگن. چی میگه؟ سپراوکا میرید؟ پرداخت کنین میگه پولش مزدش هم مثال 5 سوم یا 10 سوم. بعضی بالانس ها هم خیلی. در اداره های دولتی وقتی میرید به دادن پول کارتون سری وقت بود میشه یا نمیشه؟ بود میشه. چرا نیست؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ Коррупция амаҷо. Коррупция. ҳамин ҷо ки наравӣ ҳамин сум талаб мекунанд тамом. Ман қариб 2 сол мешад ҳамин шифохона давад рафтои дорум. Ягон хеле хеле ҳам аст ҳам хеле муомилаи хуб мекунанд, ҳам чӣ мекунанд ягон. Ҳама масъулият дорад ки маҷбур мекунанд ки ти. ба хотир ин бо чорабинӣ шуд беҳтар аст. Ки мисол баъзеҳо дар шароит баъзеҳо нест. Оё ҳамин рӯи қонун ҳаст додан ҳамин ё не? Ҳаминро тасдиқ кардан дар кор.
که همین دقیقاً دادن در کار همین موزی همین کار کنه برای سپرافکا دادن یا که برای یا که نی همین اگر تحت قانون باشه ما یکم مثلا و جالب نداریم که اگر همین خودسرانه باشه برای هر یک کار مثلا من دارم یک شخصیت ندارم همین خاطر بود یعنی وقتی که برای اون حجت میرید یا بیمارخانه از همون معیار و زیادتر مقصد من میرم رفیق میگه من 20 گیرم و من میگم من 30 میگم یا سر لباس نگاه میکنم یا افتش شکل و شمایل نگاه کردم خود چون نرخ گذاری میکنم اگر همون پول ندید چی بود نمیشه نیست میگه اما کاغذ نیست پیچه زدگی نیست یا که یک بهونه میشه میگه ولی بروید بعد بروید حالت ها همه خیلی. بینندگان عزیز لطفا شما هم نظر خود را درباره این موضوع زیر برنامه نویسید. رهبران آمریکا و روسیه روز 19 می در گفتگوی تلفنی راه‌های قطع جنگ در اوکراین را بررسی کردند. صحبت دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین زیاد از 2 ساعت دوام کرده است. پوتین گفتگو با ترامپ را سازنده و مؤثر خواند. رئیس جمهوری روسیه گفت مثل گذشته برای مسکو مهم از بین بردن عامل‌های بحران است و گفته پوتین روسیه آماده همکاری بر سر تهیه سازشنامه صلح با اوکراین است. در نوبت خود دونالد ترامپ در شرح صحبتش با پوتین گفت روسیه و اوکراین فوراً با گفتگوها درباره آتشبس و قطع جنگ آغاز میکنند، اما ترامپ سنه مشخص را به زبان نآورد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته از ترامپ و پوتین سنه مشخص مذاکرات با اوکراین را بررسی نکردند. پرزیدنت آمریکا همچنین گفت مسکو میخواهد با این کشور تجارتی وسیع داشته باشد و او هم با این راضی است. دونالد ترامپ همچنین نوشته است که جزئیات صحبتش را با پوتین، با رئیس جمهوری اوکراین و دیگر رهبران اروپا در میان گذاشته است. در همین حال بعضی رسانه‌ها گزارش دادند که پرزیدنت اوکراین از دونالد ترامپ خواسته است علیه روسیه تحریم‌های نو جاری کند اگر این کشور در فرصت‌های نزدیک با آتش بس تن ندهد. زلنسکی در صحبت تلفنی با ترامپ بار دیگر به جاری شدن آتش بس در خط جنگ تاکید کرده است. در همین حال آژانسی بلومبرگ می‌نویسد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باور دارد که ارتشش تا آخر سال جاری می‌تواند مقاومت اوکراینی‌ها را شکسته نظارت پوره را در منطقه‌های دونتسک، لوهانسک، زاپاروژه و خرسون به دست آورد. خبرگزاری نوشته است که این معلومات را از یک منبع گرفته است که به اندیشه‌های پوتین آشنا می‌باشد. یکی از مصاحبان این آژانسی گفته است رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در صحبت تلفنی با ترامپ تلاش کردند با او فهمانند که پوتین او را مخصوص گل میزند. سال 2022 مسکو در حالی که 4 منطقه را پوره اشغال نکرده بود ادعا نمود که آنها را زیر نظارت درآورده است. روسیه آشکارا طلب دارد که این منطقه ها را مربوط به روسیه اعلان کنند. چند رسانه هم اخیرا نوشتند که این طلب را در گفتگوهای استانبول روز 16 می نمایندگان روسیه تکرار کردند. اوکراین میگوید که هیچ یک از منطقه هایش را گذشت نمی‌کند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 می را فرا می‌گیرد. می سال 2020 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت اعتراض کارگران چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسار که آلتین تابکنی پیشینه می باشد خاموش کرده شد. آن روز حدود 60 کارگر چینی شرکت به نشانه اعتراض به خاطر دریافت معاش و هم از بسته شدن راه به سبب پاندمی کرونا ویروس کارشکنی کردند. مقامات گفتند از راه مذاکرات این بحران حل شد. کارخانه سال امکان کارکرد 1 میلیون تن معدن سربروح را دارد. 20 می سال 2015 وزیر معارف تاجیکستان نورالدین سعید گفت از سپتامبر آن سال تمام لیسه‌های ترکی در کشور به مکتب‌های خوانندگان بالیاقت تبدیل شده تعلیم زبان ترکی نیز لغو می‌گردد. کارشناسان گفتند بستن مکتب‌های موفق ترکی در تاجیکستان در مشورت با انکره کرده شده است که این مؤسسه‌ها را مربوط به روحانی مخالف حکومت ترکیه فتح‌الله گولن می‌نامند. 20 می سال 2020 در دوشنبه سیف رحیمزاده فردی نویسنده و رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کشته شد. قتل او را ادامه سلسله کشتارهای شخصیت‌های معروف جامعه می‌نامند که
ба اتهام مقامات رسمی کاری دست گروه‌های مربوط به مخالف حکومت میباشد. 20 می زادروز دو شاعر معروف تاجیک مومن قناعت و لایق شیرالی است که هر دو برای رشد فرهنگ و شعر تاجیک عمر خود را بخشیدند. مومن قناعت در 86 سال عمرش با شعرش دعوت به خودآگاهی و خودشناسی کرده است. لایق شیرالی 59 سال عمر دید ولی یکی از مردمی ترین شاعرانی بود که با یک شیوه نشانرس و روا از وطن و ملت و عشق و محبت ستایش کرده است. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامان کمی بالا رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 129 سامان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1025 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تا فردا خدا نگهدارتان.